بینندگان محترم تلویزیون ایرانیان برلین، درود فراوان به شما. برنامه امروز را آغاز می‌کنیم به گفتگویی با خانم بهناز افشار، مدیر و مسئول آموزشگاه امایکو در مرکز شهر برلین، در رابطه با آموزش رایگان زبان آلمانی به پناهجویانی که مشخصات آنها در شهر برلین به ثبت رسیده است. توجه بفرمایید. خانم افشار، به تلویزیون ایرانیان برلین خوش اومدین. خیلی ممنون آقای پاسا، تشکر از اینکه این فرصت رو به من دادید. خانم افشار، شما مدت بیش از 2 ساله که دارای لیسنس آموزش کامپیوتر زبان آلمانی هستین. به طور کلی معنی امایکو یا میک چی هستش؟ لطفاً توضیح بدین. حتما. امایکو خلاصه شده 3 کلمه میگراسیون، اینتگراسیون و کوالیفیکاسیون. به فارسی هم یعنی که مهاجرت، هماهنگ شدن با کشور میزبان و توانایی کاری. من درست گفتم که شما 2 سال هست که این لیسنس رو گرفتین یا بیشتر هستش؟ سال 2013. بله. یعنی کاری شما باید انجام میدادین که این لیسنس رو بگیرین، چه دارا بودنش باید چه کار بکنی و دارا بودنش چه مزایایی برای شما داره؟ یه سری بایستی کارهای قانونی انجام داده بشه، بایستی یه درخواست داده بشه به بوندس آمت، به جوب سنتر که تا تمام اینا بیاد کنترل بشه. خودش یه زمانی خاصی رو میبرد. ما از سال 2010 من کارمو شروع کرده بودم، ولی تا 2013 یه کمی طول کشید تا ما تونستیم لیسنس رو بگیریم. اجازه رو شما از آموزش رایگان صحبت میکنید و برای ولی با مدرک تل و دا TLC ست ببخشین، معنی این جمله چی هست؟ یا تلک یه ارگانیزاسیونیه که این امتحانا رو انجام میده، ولی دیت ست یه مدرکیه که بعد از تمام شدن دوره اینتگراسیون کورس برای پناهجویان داده میشه، به معنای اینکه دویچ فور سوواندرا. خلاصه شده این 3 کلمه. یعنی این مدرک این فقط برای پناهجو هستش یا کسان دیگه معمولا میتونن این مدرک رو بگیرن؟ نه، همه میتونن این مدرک رو بگیرن، ولی این برای این منظور دادش میشه که پناهجویان بتونن با این مدرک کار بکنن یا اینکه بخوان یه آموزشی رو ببینن، آسپیلدونگ بخوان ببینن برای ادامه زندگی در کشور آلمان. این رو احتیاج دارن. در چه سطحی هستش؟ A1 B1 به انتهای B1 این امتحان گرفته میشه. بله. همینجا امتحان میگیرن ازشون؟ آره. همینجا منظورتون توی امایکو؟ نه، امایکو امتحان نمیگیره. امایکو آموزش میده. بعد از دیدن آموزش B1 اینها فرستاده میشن به یک مؤسسه‌ای که زیر پوشش تلک هست و اونجا امتحانشون رو داده میشه و اگر قبول شدن که مدرک رو میگیرن و اگر قبول نشدن دولت دوباره بهشون یه 300 ساعت این زمان رو میده که از این 300 ساعت استفاده کنن که یه دوره‌ای بکنن دوباره امتحان رو بدن. یعنی این 300 ساعت قبلا 800 ساعت بود، این 800 ساعت رو میگیرن بعدن 300 ساعت بهشون میدن یا اینکه چه دیگه است؟ نه، ببینید هر پناهجویی میتونه 660 ساعت رو بگیره. بعد از 660 ساعت این میشه A1 تا B1. میره برای امتحان. اگر قبول شد مدرک دیت ست رو میگیره و اگر نه قبول نشد 300 ساعت دوباره حق این رو داره که از بوندس آمت اجازه بگیره که بتونه ویدرهولم کنه. یک بار بهش این شانس داده میشه که بتونه دوباره امتحان رو بده. یعنی در جمع کسی که قبول نشه 960 ساعت، کسی که دفعه اول قبول بشه 660 ساعت. چه هزینه رو باید خود اون پناهجو یا شرکت کننده پرداخت بکنه؟ هیچ هزینه ای رو پرداخت نمیکنه، تنها اینا کتاب‌هاشون رو خودشون بایستی بخرن. تعداد شرکت کننده‌ای که شما توی وبسایت نوشتین از 8 نفر تا 14 نفرن، این معنیش چی هست؟ لطفاً توضیح بدین. خواهش می‌کنم. این 8 نفر با کمترین تایل ما در کلاس ما شروع میکنیم و 14 نفر بیشترینشون، بیشتر از 14 نفر قبول نمی‌کنیم. نهایتش 15 نفر به خاطر کیفیت کلاسی. خب مسلماً وقتی 15 نفر سر کلاس باشن تا 20 نفر خیلی فرق میکنه. معلم میتونه وقت زمان بیشتری رو بذاره با اینا بیشتر کار بکنه.
آیا بعد از کلاس‌های B1 کلاس‌های دیگه هم دارین شما یا ندارین؟ ما اینجا کلاس‌های کامپیوتر با زبان داریم که اون کلاس‌ها 4 روز در هفته کامپیوتر، 1 روز در هفته تنها زبان انگلیسی و آلمانی و هر کسی که زبان آلمانیش خوبه میره در کلاس انگلیسی شرکت میکنه و اگر بخواد B2 رو ادامه بده یعنی از B1 به بعد رو میتونه در این کلاس شرکت کنه. یعنی شما کلاس آلمانی تنها دارین بدون کامپیوتر یعنی کلاس آلمانی B1 تون با کامپیوتر هستش، یعنی از طریق کامپیوتر آلمانی یاد میگیرن یا چه جوریه؟ نه ببینید کلاس های کامپیوتر ما اینا برای زیر پوشش جاب سنتر و آروایسامت که من خودم به عنوان یک خارجی در اینجا به این نتیجه رسیدم که برای ما خارجی‌ها زبان خیلی عامل مهمیه و یادگیری یه توانایی کاری. به خاطر همین کلاس‌های ما همیشه همراه با 1 روز زبانه، یا انگلیسی و یا آلمانی. این اصلا فرق میکنه. ولی کلاس هایی که زیر پوشش بوندسآمت هست تنها زبان آلمانی به هیچ عنوان کامپیوتر توش نیست. ولی کلاس های ما چون کامپیوتر ما اینجا به اندازه کافی برای افراد داریم، سر کلاس های آلمانی ما هم کامپیوتر هست، کسی دوست داشته باشه میتونه از کامپیوتر استفاده کنه. ولی معلم ما دائما با کامپیوتر و بیمایی و وسایلی که ما داریم، مدینایی که داریم استفاده میکنه برای آموزش بهتر. بعد B2 دارین یا B2 ندارین؟ B2 همراه با کامپیوتره. B2 تنها رو جاب سنتر به هیچ عنوان به کسی فعلا ما اجازهشو نداریم که بده تنها B2 همیشه با یادگیری یک توانایی کاری داده میشه اجازهش. به خاطر همین ما B2 رو با کامپیوتر ارائه میدیم. یعنی اینکه باید پرکتیکوم هم بکنن با B2 که پرکتیکوم‌های مختلف هستش و شما هنوز این B2 رو دریافت نکردین و امکانش وجود داره که بگیرین؟ داریم ما B2 رو از سال 2013 داریم ولی تنها B2 ارائه نمیدیم، B2 به علاوه کامپیوتر. پس کسانی که میخوان اینجا بیان درس بخونن از A1 میتونن شروع بکنن، تموم بکنن، بعد برن B1 رو تموم بکنن با کامپیوتر، درسته؟ تنها فرقی که من اینجا لازمه که تذکر بدم A1 تا B1 تنها زبانه. به هیچ عنوان تدریس کامپیوتر نمیبینن کسانی که میان اینجا. ولی بعد از قبولی در B1 اگر کسی تمایل داشته باشه که بخواد کامپیوتر رو یاد بگیره، در کنارش زبان آلمانیش رو هم بهتر بکنه، ما کلاس های کامپیوتر داریم که 4 روز در هفته کامپیوتر از ساعت 9 تا ساعت 3 و 1 روز در هفته زبانه و زبان انگلیسی و علاوه زبان آلمانی. 1 روز در هفته اینجا هر دو تا کلاس با هم ارائه میشه. کسانی که زبان آلمانیشون خوبه میرن کلاس انگلیسی، اگر کسی دوست داشته باشه زبان آلمانیشو بهتر کنه میره کلاس زبان آلمانی. شما آموزش رایگان برای پناهجویان گذاشتین و این توی وبسایتتون نوشته شده که سوریه، اریتریه، عراق و ایران. افغانستان کجاست؟ من خیلی متاسفانه این رو برداشتن، افغانستان رو برداشتن از این لیست و این خیلی جدید اتفاق افتاد. قبلش یعنی روز 20 اکتبر این اتفاق افتاد، این لیست رو اینها اکتوالایز کردن و به ما دادن. ولی قبلا اینطوری بودش که یعنی روز 16 به ما یک ایمیل اومد که ما میتونیم کلاس های مجانی برای پناهجویان ارائه بدیم. 320 ساعته. این فرق میکنه با اون اینتگراسیون کورس. این بهش میگن اینشتیکس کورس که ما اعلام کردیم همه بیاد، هر کس که بخواد بیا ثبت نام کنه. ولی درست روز 20 اومدن دوباره یه لیست جدیدی دادن که 4 تا کشور رو نام بردن که پناهجویان ایرانی، عراقی، سوریه و اریتره تنها میتونن در کلاس اینشتیکس کورس شرکت کنن. و ما به عنوان یه ارگانیزاسیونی که با خارجی‌ها کار میکنیم یه نامه اعتراضی نوشتیم دادیم، ولی متاسفانه تا حالا جوابی ما داده نشده. پس بنابراین این آموزش رایگان برای پناهجویانی هستش که تازه وارد آلمان شدن، خودشون رو ملده کردن و یک ملده بشتیدیگونگ از لاندسگیزوندهیتس و سوسیالس دارن یا از بامف دارن، از بوندسآمت، نه از بوندسآمت، که اینها اینجا خودشون رو به حساب ملده کردن و به عنوان پناهجو داره کاراشون انجام میشه. ولی به خاطر اینکه بیکار نمونن تو خونه یک زبان آلمانی رو میتونن یاد بگیرن. اونم یکی از مدارسی که اینجا هستش کلاس شما هست. درست گفتم؟ بله
دقیقاً همینطوری. یعنی قبلا کلاس های اینتگراسیون کورس برای پناهجویانی بودش که قبول شده بودش پناهندگیشون و اینا اجازه میگرفتن که اون 660 ساعت رو داشته باشن به علاوه 300 ساعت اگه بخوام ویدیو هولن کنن. ولی الان خیلی جدید 2-3 هفته است که داده شده، این اجازه داده شده که این پناهجویانی که تنها ثبت شده به عنوان کسی که اینجا اومده و پناهندگی داده، درخواست پناهندگی داده، میتونه 320 ساعت زبان بگذاره. یک سوالی داشتم که الان به فکرم رسید، آیا امکان داره مثلا معلم خودتون رو بفرستین توی این محلی که پناهجویان دارن زندگی میکنن، مثلا توی راتهاوس ویلمستورف که اونجا در حدود 700 نفر پناهنده هستن و خب اونجا البته آلمانی بهشون یاد میدن، ولی آیا امکانش وجود داره از معلمین توی شما بفرستین اونجا یا باید بیان اینجا تو کلاس شما؟ فعلا میان اینجا، ولی ما معلمینی داریم که ایرند آمبلیش میرن اونجا 2 ساعت در هفته تدریس میدن و ما خود ما هم اینجا 2 ساعت در هفته قبل از اینکه این کلاس رو داشته باشیم گذاشته بودیم که به طور رایگان پناهجویان هر کی بخواد نزدیک باشه بیاد اینجا. حالا لطفاً آدرستون رو بدین و شماره تلفنتون، ایمیلتون، کجا میتونن این بچه‌ها، این پناهنده‌ها یا کسانی که دوست دارن خودشون معرفی کنن بیان؟ ما در پانگیا هاوس هستیم. پانگیا هاوس در تراوتنایشتراسه شماره 5 طبقه 4 اتاق 406 و روزهای انملده هر روز از ساعت 3 تا 5 ما میتونیم اینجا کسانی که دوست داشته باشن شرکت کنن در کلاس‌های ما ثبت نام بشن. شماره تلفنتون 030 برای برلین 270 17 570. اوکی، خیلی تشکر میکنم از لطفتون. من اینطوری که دیدم یا شنیدم کلاس های شما یک جوری مثل خانوادگی هستش، اینجا یک محل پاوزنقام دارین، میتونن بچه‌ها بشینن با هم دیگه نهار بخورن، خودشون میتونن، یعنی جشن هم میگیرین اینجا. خیلی جالب هستش که برای خارجیایی که همدیگه رو بهتر بشناسن شما اینجا خیلی وسایل رو فراهم کردین. ازتون تشکر میکنم. باش.